سلام و اینستا استکهلم، خوش آمدید. ما امروز میخوایم بخش آخر کتاب بیزنس مدل جنریشن رو با همدیگه بررسی کنیم. قبل اینکه شروع کنم فقط لازم یه نکته رو یادآوری کنم که در قسمت 4 من اصولا باید این قسمت 5 که بخش استراتژی هست رو توضیح میدادم، ولی نمیدونم حالا چی شد شروع کردم و قسمت پروسه یا فرایند رو گفتم و بعد اینکه اونو بارگذاری کردم متوجه شدم. به هر حال برای کسایی که میخوام مطالعه کنم بهتره، اگه میخوام با روند کتاب مطالعه کنم بهتره که اول بخش 5 رو که قسمت استراتژی هست رو بررسی کنند و مطالعه کنم و بعدش روی قسمت پروسه یا فرایند متمرکز بشم. بخش استراتژی کتاب بیزنس مدل جنریشن جنبه محوری این کتابه که بر تدوین و اجرای استراتژی ها تمرکز داره و به عبارتی مدل های کسب و کار موفق رو میخواد با تدوین این استراتژی ها هدایت کنه. این بخش از کتاب برای افرادی که درگیر بیزنس مدل هستن بسیار ضروری و مفید میتونه باشه، برای اینکه بینش هایی رو برای همسو کردن یک مدل کسب و کار با یک استراتژی کاملا تعریف شده رو ارائه میده که به نیازهای بازار و چالش های رقابتی میپردازه. حالا اهمیت استراتژی در توسعه بیزنس مدل یا مدل کسب و کار چی میتونه باشه؟ بخش استراتژی در کتاب بیزنس مدل جنریشن بر اهمیت همسویی همه جنبه ها و همه بخش های بیزنس مدل یا کانواس با یک استراتژی منسجم و اندیشه شده رو بیان میکنه. این همسویی باعث میشه که نه تنها ما کسب و کار نوآورانه‌ای داشته باشیم، بلکه از نظر استراتژیک برای موفقیت در چشمانداز رقابتی هم بتونیم قرار بگیریم. بخش استراتژی در این کتاب 6 عنصر کلیدی داره که میخوایم با هم دیگه بررسیشون کنیم. بخش اول پیشنهاد ارزنده و مزیت رقابتیه. در اینجا بیان میکنه وقتی کسب و کار شما یک پیشنهاد ارزنده منحصر به فرد داشته باشه، کسب و کار شما رو از رقبای شما متمایز میکنه. این شامل اینه که ما درک کنیم که چه چیزی این پیشنهاد رو برای مشتریای ما ارزنده و متمایز میتونه جلوه بده. به عبارتی انجام یک تجزیه تحلیل کامل از کل بیزینسی که میخوایم انجام بدیم و از نیازهای مشتری و ایجاد پیشنهاد ارزنده‌ای که برای برآورده کردن اون نیاز به طور منحصر در بازار قرار داشته باشه. نتیجهش اینه که ما بتونیم درک روشنی از این که چگونه کسب و کار ما میتونه خودش رو در بازار متمایز کنه رو به دست بیاریم. عنصر کلیدی دوم موقعیت یابی در بازاره. در واقع این شامل درک کاستومر سگمنت یا بخش مشتری ها و روند بازار و شناخت رقبای خودمون هستش. کاربردی که این بخش داره اینه که ما بتونیم مشتری های هدفمون رو بشناسیم و روندهای بازار رو تجزیه تحلیل کنیم و در واقع ارزیابی درستی از مناظر رقابتی بازار داشته باشیم که در نتیجه این باعث خواهد شد موقعیت خودمون رو در بازار کاملا تعریف شده پیدا کنیم و نقاط قوتی کسب و کارمون داشته باشه که با ترجیحات مشتری‌ها همخوانی داشته باشه. عنصر کلیدی سوم استراتژی تولید درآمده. این در واقع ایجاد یک برنامه روشن برای نحوه درآمدزایی کسب و کار ماست. این شامل انتخاب نحوه قیمتگذاری مناسب، جریان‌های درآمدی و استراتژی‌های کسب و کار. بخش استراتژی تولید درآمد میتونه ما رو کمک کنه تا مدل‌های قیمتگذاری مناسبی رو انتخاب کنیم و جریان‌های درآمدی و استراتژی‌های کسب و کارمون رو بر اساس پیشنهاد ارزنده‌ای که ارائه میدیم به مشتری‌ها تنظیم کنیم. در نتیجه یک برنامه پایدار و مؤثری رو برای ایجاد درآمد خواهیم داشت. عنصر کلیدی چهارم ساختار هزینه و بهره‌وری ماست. شناسایی هزینه‌های کلیدی که مرتبط با مدل کسب و کار ما هستند
و اطمینان از اینکه این هزینه ها همسو با استراتژی های کلی کسب و کار ما خواهند بود. در واقع این شامل بهینه‌سازی هزینه ها برای افزایش بهره‌وری و سودآوری خواهد بود و نتیجه این خواهد بود که ما یک ساختار هزینه‌ای داشته باشیم که سودآوری رو بدون به خطر انداختن پیشنهادات ارزنده مدل کسب و کار ما به ما ارائه بده و اون رو پشتیبانی کنه. عنصر کلیدی پنجم نوآوری و سازگاریه. این در واقع ایجاد فرهنگ نوآوری و سازگاری برای پاسخگویی به تغییرات در محیط بازاره. این شامل جستجوی مداوم فرصت‌های جدیده تا بتونه ما رو همیشه در صنعتی که مشغول اون هستیم جلوتر نگه داره و ما همیشه به عنوان یک پیشگام در صنعت خودمون بتونیم مطرح بشیم. نوآوری و سازگاری باعث خواهد شد که تفکر خلاق در اکوسیستم شرکت ما به شدت تشویق بشه و فرهنگ نوآوری در اونجا رواج پیدا کنه و ما همیشه بتونیم همگام با روندهای صنعت به جلو بریم و در نتیجه یک مدل کسب و کاری رو که تکامل یافته و با شرایط متغیر بازار سازگاره رو میتونیم به دست بیاریم. عنصر کلیدی ششم مدیریت ریسک و برنامه‌ریزی اضطراریه. ارزیابی ریسک های بالقوه‌ای که میتونند کسب و کار ما رو و بیزنس مدل ما رو تهدید کنند و توسعه برنامه های ما رو به خطر بندازن در این بخش مطرح میشه. این تضمین میکنه که کسب و کار برای عبور از عدم قطعیت و چالش ها بتونه آماده باشه و از عهده اونا بر بیاد و در واقع خطرات بالقوه رو شناسایی میکنه و برنامه‌های اضطراری رو برای کاهش تأثیر این خطرات بالقوه به ما ارائه میده و در نتیجه یک مدل کسب و کار انعطاف پذیر رو ما میتونیم داشته باشیم که در اونجا عدم قطعیت ها و چالش ها کنترل شدن. ما 6 عنصر کلیدی رو در بخش استراتژی مطرح کردیم، ولی یک چیزی که خیلی مهمه و استراتژی اون رو انجام میده اینه که تعادلی رو بین چشماندازهای بلند مدت و تاکتیک‌های کوتاه مدت ما برقرار میکنه که در واقع کار اصلی استراتژی و اهمیت اون ایجاد تعادل بین چشماندازهای بلند مدت و تاکتیک‌های کوتاه مدت ماست. بخش استراتژی کتاب بیزنس مدل جنریشن خیلی راهنمایی‌های خوب و اساسی رو برای افرادی که میخوان بیزنس مدل های خودشون رو توسعه بدن داره و توصیه میکنیم که حتما با نمونه های عملی که در اونجا استر والدر اونها رو بررسی کرده مطالعه بشه.